گروگانگیر بهتون زنگ میزنه میگه زنتو گروگان گرفتن. خب ای بابا اینم که هر شب به یه بهونه نمیام. چه خبره 1 میلیارد؟ قاتل 630 میگرفت ندادن. الو آقا فقط اگه میشه دستشو از پشت نبندین، این خوشش میاد. بعد از تغییر جنسیت چی میگی به دوست دخترت؟ دیگه نمیتونی هر چیز کوچیکی رو بکوبی تو سرم. ببین میدونم کات کردیم ولی یه قیچیمون نشه. حالا ببین کی بیشتر پول در میاد. قسط وام ازدواج عقب افتاده و طلاق گرفتی، از بانک زنگ میزنن. به خدا ما تا قسط 5 بیشتر استفاده نکردیم. حلال نیست اینا، این مرجوع شده.